یک روز یک کسی مرا میگه استاد، خوب خود پروفسور هم میگه استاد مسلمان هم هست. میگه من مسلمان هم هستم، پدرم هم مسلمان است، لکن امی اسلام خب از زور شمشیر نشر شده. من گفتم از برای خدا، نام خدا گفتم تو خجالت بکش. صدقه گوستاو لوبور فرانسوی گفتم شو، که او گوستاو لوبور فرانسوی که یک فرانسوی است میگه که اسلام با عقل و با منطق و با فهم مردم به دین اسلام گرایش پیدا کردن. و تو دشمن اسلام میگه نه اسلام به زور شمشیر نشر شدن. اگر اسلام به زور شمشیر می بود خیلی باید ابو جهل و ابو لهب مهاجرت میکردن. مظلوم میگروزه ترک وطن میکنه یا ظالم؟ مظلوم. بی بی سمیه را به شهادت رساندن. باید خیر روز اول ابو جهل کشته میشد، روز دوم امیه ابن خلف کشته میشد، اونجا بی بی سمیه را به شهادت رساندن، اونجا یاسر را به شهادت رساندن. بالاخره صحابه آمدن که پیغمبر خدا ما چطور کنیم؟ بالاخره امر الله جل جلاله شد که برین بخیر به حبشه. باز اینا سفر کردن، مهاجرت کردن. مهاجرتشان معناش این بود که مسلمان های مسکین و بیچاره که به اساس فهم دقیق اسلام به دین مقدس اسلام مشرف شده بودن به زور از دینشان کشیده می شدن. پس اسلام همیشه دلیل خود داره. اسلام همیشه با اساس یک استدلال قوی استوار است.